یه بار زدی پاچه چیکار اکتا فایرات که باید تگم زد بیایجا باید تلو او دودر تا بگو میگه تا اون پاچش نشکنه بو خیلی یک جا بوده؟ ها خونه کینو تماش کردم کینو یک بایوی که ناز کینو همین کورو بزی برای چی همین مسافری پلا یک بار درباره زنگیری من عموما گپ نمیزنم عموما گم بار این 33 دادم بدم 33 تو زیق نشو او یکی دیر زن میگیره دیگری بر وقت زن میگیرن او دیر اوید شعر اوید گفتم شعر اوید اگه شعر که جاش مون دیگه شعر شوش فچید موی سری شعر فچید شعری پیرکیده در کوره این مرد همین 25 سالگی در زن گرفتی چند کودک داری دو تا شما چند داری خانه دی یک تا خیمو چیا که گوش کن من برای تو یک هیله‌اش رو میگویم هیله اینا من وقتی که اولادور شدم میخواستم پدرم عموما به من اهمیت نمیداد من خواستم استاک کلوشی پدرم به یک سبزی یعنی بیخی موندم بعد از یک هفته توی برپا شد تمام سبزی که اوش میکنیم هم سبزی سبزی تمام کار حال شد در کلوش سبزی میگیری میمونی تمام پدر میفهمه که یعنی پسر زن گرفتنی همین فکر چند کس گفت سبزی بمونه که با فکری کودک کناش فهمیدم من میرفتم خیلی چیتر کنم آخه این فکری کودکی نه اینا همه نه اوچام مدرم نه اوچام نه نمونه پدر خنگام نیست دام اسپی همی کارشا کمالی رحمان سبزی همین بگو پگاه نه همین بگو دست ما با اما کسان جفر لبای بیا این آواز خنوگ اگه جا بوده کی بای بیا که کی بای بیا بلا زنت ای بلا زنت توری زنگیره ای آزیستا مطرد شان میدیم آزی سبزی هم میبینی تو آزی زنگیره بینم نکن با سبزی من دست نکن اکن چجه؟ چشم جیغ یاد داده اوتا کجا بیا اکبر اینا شما موندین اینجا چی میگویی؟ چی میخوای؟ این چی معنا داره؟ این ترب چی معنا داره؟ که تو با من گفتن که آقای سبزی موندگی چی معنا داره تو؟ خیلی سبزی اگه هم بچه زن گرفتنی باشه کلو شدتر زد سبزی میموندن این چی معنی داره؟ نمیدونی ترب چی معنا داره ده؟ سویسه دادر اومده ما نمیدونیم یه ایلای چلته بدروی ولی زنگیری با حالی خیلی وقت دیگه هست هم سیفون تو سه چرکی تاکی داره گوش کن منم این ترب معناش همین که یعنی حالی وقتی زنگیری نیست حالا کارا خوب نیست کارا جزیر همین عاشق گپ همین که کارا حالی همیش ترب شدگی